بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواییم با هم دیگه داستان صحابی بزرگواری رو بخونیم که برای خیلیاتون اسمش آشناست. بله، این صحابی کسی نیست جز عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، کسی که عمر رضی الله عنه در مورد ایشون میگه این جوانی است مثل پیرمردها که ذهنی پرسشگر داره و قلبی عاقل و فهیم. بله، این صحابی بزرگوار ما تمامی بزرگواری ها رو، تمامی کرامت ها رو در خودش یک جا جمع کرده. اگرچه ایشون در سابقین اولین امت اسلامی نیست به توجه سن کمش و در اینی که اسلام رو هم میخواد بپذیره، یعنی قسمت زمان پذیرش اسلامش کمی با تأخیر صورت گرفته به سبب همون سن کم و اینی که زمانی هست که عباس عموی پیامبر قبل از فتح مکه مدتی قبل میاد و مسلمان میشه و اینم امرای پدرش هست که تقریبا میشه گفت یک جوان 10 12 13 ساله هست، چرا که ایشون در شعب ابی طالب به دنیا اومده. یعنی در زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش 3 سال در محاصره اقتصادی بودن، در محاصره اجتماعی بودن، در محاصره سیاسی کامل بودن، در چنین زمانی عبدالله ابن عباس به دنیا آمده و عملا از نظر سن و سال وقتی که نگاه میکنیم تا زمانی که مسلمان میشه خیلی سن کمی داره و نوجوان هست عملا. بعد اما در همین فرصت کمی هم که بالاخره چند سالی شرف مصاحبت و همراهی با پیامبر پیدا میکنه، شرف بسیار بزرگ و با عظمتی است که در تاریخ اسلام عظمت اون باقی مونده. از یک طرف ایشون پسر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، از طرف دیگه ایشون در قله علم و دانش قرار گرفته با اون سن کمش تا جایی که به ایشون میگن که عالم برجسته و ربانی امت پیامبر، خبر امت میگن و دریای علمی میگن که دارای گنج‌های پایان ناپذیره. این اصطلاحاتی که در مورد ایشون به کار میره. ایشون یک با تقوای کاملا پرهیزگار و با عظمت هست، شخصیتیه که روزها روزه است و شبها در قیام لیل میگذرونه و در نمازهای شبانه میگذرونه و در سحرها ناله‌های استغفار و بخشش ایشون به آسمان بلند هست و از خوف خدا اشک‌های ایشون سرازیره، به گونه ای که معروف هست که با اینکه چهره زیبایی داشته اما به سبب گریه هایی که از خشیت الله به ایشون بهش دست میداده در اون سحرگاهان یا در هنگام تلاوت قرآن و یاد برنامه الهی، این گونه ها در اثر این جریان پی در پی اشک ها سیاه شده بوده، در مثل که 2 خط افتاده باشه روی این قسمت. بله، این عبدالله ابن عباس در واقع یکی از اصحاب و علمای ربانی امت محمد هست و یکی از آگاه ترین اونها به کتاب خدا و فقیه ترین اونها در تأویل و مفاهیم اون هست. از همه بیشتر میتونست در عمق معانی نفوذ بکنه، حرکت بکنه و اونها رو درک بکنه و اهداف آیات و منظور اونها رو و احادیث رو بفهمه. بله، من خدمتتون عرض کردم که عبدالله ابن عباس 3 سال قبل از هجرت به دنیا اومده و زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت ایشون عمرش 13 سال بود فقط. خوب داشته باشید، خیلی عجیب هست. با وجود همه اینها میبینید که این نوجوان 1660 حدیث رو از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده از ایشون که امام بخاری و امام مسلم این رو در کتاب‌های صحیح خودشون آوردن. میگه وقتی که مادر ایشون رو به دنیا آورد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همون شعب ابی طالب که بود، پیامبر خدا با دهان مبارک خودش خرمایی رو آماده کرد و خیس کرد و در دهان یا در کام این بچه قرار دادن. این کامش رو اصطلاحاً با این خرما کمی مثلا مرطوب کردن یا خرماییش کردن، اصطلاح معروف حنکه اصطلاحی که برای این کار به کار میره. و اولین چیزی که در واقع در دهان این کودک قرار میگیره، اولین غذا قبل از هر چیز، میبینید که آب دهان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، آب مبارکی که از دهان ایشون هست که گویا که به همراه این حکمت و تقوا نصیب این میشه که پیامبر خدا واقعا این حکمت رو شامل این کودک تازه به دنیا اومده میشه، این نوزاد.
و قرآن هم اشاره خوبی داره، میگه هر کسی که حکمت نصیبش میشه گویا که خیر فراوان نصیبش شده. و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. بله این کودک یا این نوزاد به مجرد این که به نوجوانی میرسه و وارد سن تمیز و آگاهی میشه دیگه میبینید همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست و ملازم پیامبر هست تا جایی که سعی میکنه در این چند سالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست همیشه همراه پیامبر باشه، آب وضو رو فراهم بکنه و همراه پیامبر در هر شرایطی بود. آب می آورد، پیامبر وضو میگرفتن، پشت سر پیامبر برای نماز وا میستاد و همراه پیامبر در سفرها بود در این مدت، تا جایی که مثل سایه همراه پیامبر بود و پیامبر خدا رو رها نمی‌کرد، گویا که هر میچرخید به همون سو و جهتی که پیامبر خدا میچرخید. با همه این احوال این دارای حافظه بسیار قوی بود، قلب بسیار آگاهی بود و ذهن صاف و روشنی داشت که به خوبی میتونست همه چیز رو ضبط کنه. تصور کنید یک دستگاه کامپیوتری که امروز دارای این توانایی های متعدد هست، میبینید همین نوجوان در اون زمان این رو داشته. ایشون این روز تعریف میکنه تعریف میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواست وضو بگیره، من بلافاصله برای ایشون آب وضو رو آماده کردم. پیامبر خیلی خوشحال شد از این کاری که من انجام دادم و پیامبر خواست که نماز بخونه و به من اشاره کرد که من در کنار ایشون وایستم، اما من پشت سر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وایستادم. وقتی نماز تموم شد به من گفتش که چی شد کنار من با نایستادی برای نماز؟ گفتم یا رسول الله شما خیلی بزرگتر و با عظمت و مقامتون خیلی بیشتر هست در چشم و در دل من اینکه من بخوام کنار شما باشم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستهاش به آسمان بلند کرد، گفت خدایا به این جوان حکمت بده، اللهم آته الحکمه. بله خداوند دعای پیامبر خودش صلی الله علیه و سلم رو قبول کرد و این نوجوان هاشمی رو بهش انواع این حکمت ها رو داد که این اسطوره‌ای در تاریخ بشری هست در واقع از نظر علم و دانش و حکمت. و فقط ما کافیه که یک نمونه از این حکمتی که خداوند به ایشون نصیب کرده در تاریخ یادآوری کنیم، شما شاید خودتون متوجه خواهید شد که چه خبره. دقت کنید زمانی که حضرت علی رضی الله عنه به خلافت رسید، فتنه هایی رو دشمنان اسلام عبدالله ابن سبعی یهودی و پیروان اون دامن زده بودند که در بین یاران پیامبر بالاخره جنگ های رخ داد. از قلب این جنگ ها خوارج ظهور کردند که در ارتباط در اول یعنی میشه گفت خوارج این فکر و اندیشه در درونشون بود، چرا که اونها بر همین اساس همراه این فتنه‌گران شدند و قتل حضرت عثمان رضی الله عنه رو دامن زدند و شکل دادند. اما در هر صورت در اون شرایطی که بالاخره علی و معاویه با هم بیعت چیز کردن، صلح کردن و جنگ بین اونها بعد از جنگ صفین به پایان رسید، طی قرارداد و صلحنامه‌ای که اتفاق افتاد، گروهی دیگه از سپاه حضرت علی جدا شدن که همین خوارجی هستن که دیگه از همون موقع در تاریخ نقل شده. یک سپاهی رو تشکیل دادن در برابر حضرت علی که بتونن در برابر علی بجنگند و به عنوان اینکه علی از دین خارج شده. خب حضرت علی خودش آماده کرد در برابر اینها بجنگه، چون اینکه آماده بودن تا دندان مسلح برای نابودی امت اسلامی با نام اسلام. و گفت من میرم خودم باشون البته صحبت بکنم. عبدالله بن عباس گفت یا علی بذار من خودم میرم به جای تو، من باهاشون صحبت میکنم، میترسم که خدای نکرده اینها به تو آسیبی برسونن. البته آخرم همینجور دیدین که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی این خارجی چگونه حضرت علی رو مظلومانه در راه نماز صبح در قبل از رسیدن به مسجد به شهادت رسوند. در هر صورت بعد ایشون گفت من میترسم بر تو و خب ایشون گفت خب میخوای چیکار کنی؟ گفت من میرم باهاشون صحبت میکنم. گفت باشه. عبدالله بن عباس رفت، وقتی برای این خوارج وارد شد و اونها رو دید و دید چقدر اینا عبادت میکنن، چقدر سخت عبادت میکنن، چقدر جدی هستن در عبادتشون. عبدالله بن عباس رو دیدن، گفتن خوش اومدی عبدالله بن عباس، ای پسرمونی پیامبر، چی شده اینجا اومدی؟ گفت اومدم با هم باهاتون صحبت کنم. حالا اینا لشکر زده بودن، اردوگاه و لشکر نظامی برای این جریان. خب بعضی گفتن نه با عبدالله بن عباس ما صحبتی نداریم. بعد خب بشینیم صحبت بکنیم ببینیم چی میگه، هدفش چیه. ایشون گفت خب شما اینجا جمع شدید برای چی؟ گفتن میخوایم با علی بجنگیم. خب گفت برای چی میخواین؟ گفتن میخوام که از علی انتقام بگیریم و بالاخره ایشون از دین خارج شده. گفت خب بگید که داستان این جریان چیه، چه اتفاقی افتاده که
شما میخواید از علی انتقام بگیرید، از پسرعموی پیامبر، از داماد پیامبر، دخترش و همسر حضرت فاطمه رضی الله عنها، اولین کسانی که به پیامبر ایمان آورده. خب شما چه هدفی دارید میخواد این کارو کنید؟ گفتم سه مسئله هست که ما طبق این سه مسئله به این نتیجه رسیدیم که الان حضرت علی از دین خارج شده، کافر شده و میخوایم باهاش بجنگیم. گفت خب بگو اون سه تا چیه؟ گفتن اولین چیزی که مطرح هست اینه که حضرت علی اومده مردانی رو در حکم خدا تعیین کرده که در دین خدا، در برنامه الله حکم میکنن، قضاوت میکنن. مگر میشه؟ این خلافت حکم خداست و چطور میشه که انسانها بخوان در این مورد قضاوت بکنن، کسی رو عزل بکنن، عزل نکنن؟ داستان بالاخره حکم مسائل شریعت الهی هست، شریعت الهی ثابت هست، کسی حق نداره حکم بکنه. و دومی مطلب اینه که حضرت علی، البته اونها که میگم این حرف نمیزنن، حضرت ما با این احترام ذکر میکنن، اونا فکر میکردن که دیگه علی معاذالله رضی الله عنه از دین خارج شده، این بودی که با ام المؤمنین عایشه و معاویه و فلان اینها جنگیده، از اینها غنیمت نگرفته، از اینها اسیر نگرفته. و سومین مورد اینه که علی اومده اسم امیرالمؤمنین رو از اسم خودش پاک کرده و به قول معروف شروع کرده که با اون شرایط صلح با معاویه بنشینه، در صورتی که مسلمانان باهاش بیعت کرده بودن، مسلمان‌ها اون رو به امارت قرار داده بودن. این چه حقی داشت که اسم امارت امیرالمؤمنین از جلوی اسم خودش پاک کنه؟ پس خب سه تا اعتراض کردن، بودن بر اساس این سه تا اعتراض علی از دین خارج شده و علی کافره. ابن عباس گفت خب باشه، بیایم با هم صحبت بکنیم، برای حاضرین بر اساس کتاب خدا قرآن با هم قضاوت بکنیم، صحبت کنیم. میدونید اولین گروهی که در امت اسلامی بحث این که قرآنیون رو بودن، به قول خودشون گفتن ما به سنت کار نداریم، میخوایم به قرآن مراجعه کنیم، همین خوارج بودن. ابن عباس هم گفت باشه، ما هم بر اساس همین قرآن باهاتون قضاوت میکنیم. خوارج اینجا میخواستن به قول من لا حکم الا لله و به ظاهر قرآن نگاه کردن، به ظاهر قرآن با عقل و با قلب و با فکر خودشون چیز کنن، بیاندیشن، بر همین اساس میخواستن قضاوت کنن. این همه کسانی که نقد میکنن، کسانی که قرآنیون هستن، به سنت توجه نمیکنن، میگن ریشه این جریان از اون زمانه. حالا عبدالله بن عباس هم گفت باشه، من بر اساس همین قرآن میخوام با شما گفتگو بکنم و پاسخ شما رو بدم اگه موافقید. اونها گفتن باشه، اگه داری پاسخی بده، پاسخ ما رو بده. خب چون زمان گذشته، دنباله داستان این صحابی بزرگوار رو میذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعد انشاءالله ما این مسئله رو توضیح خواهیم داد. خدایا رو نگهدارتون.